درود دوستان، خبری بهترین. 5 دکبر لیگ ACA در مسکو مسابقه برگزار می‌کند و در این مسابقه ورزشگر نامدار تاجیک آسیمخان رحمانوف بر ضد ورزشگر اسیتیاگی دوید جیبیلوف قوازمایی می‌کنند. دوید جیبیلوف رکوردش 9-0 است، یگان بار باختگی نیست و او قهرمانی الاشپرایت قزاقستان هم بود. کمربند خودش رو در همان لیگ حفظ کردگی بود و حاضر باشد در لیگ ACA شرطنامه دارد و در لیگ ACA چند محاربه گذرانده است و دستبالا شده است. یگان بار باختگی نیست، 9-0. ورزشگر آسیمخان رحمانوف باشد خیلی وحشی در لیگ ACA است، خیلی موفق هم هست. در این فکر کنم که در تاپ 5 همون ورزشگران لیگ ACA هست، چون که همه همون مسابقه هاش در راوند اول یا که در راوند دوم شکست میدهد حریفش، نکاوتیور است، ضربه‌اش خیلی قوی است، تجربهش خیلی خوب است و 5 دکبر می‌بینیم که بر ضد ورزشگر اسیتیاگی دوید جیبیلوف چه خیلی قوازمایی میکنند. دوستان فکر خودتان رو در این باره نویسید، کی دست بالا میشود 5 دکبر؟ آسیمخان رحمانوف از تاجیکستان یا که دوید جیبیلوف با رکورد 9-0 از اسیتیا؟ خیلی جالب میشه چون که دوید جیبیلوف ضربه‌های قوی ندارد، او همیشه با حساب داوران با محاربه رو انجام میدهد و فکر کنم که 30% همون مسابقه‌اش فقط در راوند اول یا که در راوند دو یا که به انجام رسیده است، نکاوتیور نه، ضربه‌های قوی ندارد و آسیمخان رحمانوف باشد همیشه در راوند اول یا که دوم محاربه‌اش به انجام رسانده است، چون که نکاوتیور است، ضربه‌اش خیلی قوی است، خیلی تجربه خوبم دارد. دوستان فکر خودتان رو نویسید در کامنتاری ها کی دست بالا میشود روزی 5 دکبر، آسیمخان رحمانوف از تاجیکستان یا که دوید جیبیلوف از اسیتیا؟ دعا کنید که آسیمخان رحمانوف دست بالا شود و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارد. با هم آسیمخان رحمانوف رو دستگیری میکنیم و فکر کنم که روزی 5 دکبر بعد یک ماه در ACA در مسکو خیلی محاربه جالب میگردد. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.